سلام بچه ها. مشتری بادیگارد زمین یعنی اینکه از زمین محافظت میکنه که سیارک ها بهش نخورن. اگر میخورد زمین نابود میشد. این چشم قرمزی که الان دارین توی تصویر میبینید طوفان های شدید مشتری مثل چشم قرمزه و هم مشتری پنجمین سیاره به خورشیده و به خاطر چرخش تند به زور خودش یه دونه شمسی ونیاتورو تشکیل داده. مشتری سطحش از گازه و هم داخلش سنگیه. اون داخلش داغ اما بیرونش سرده، اما داخلش از خورشیدم داغتره. جالبه بچه ها. به دور خورشید 12 سال، به دور خودش 10 ساعت و بزرگترین سیاره فضای شمسی. تا فیلم بعدی، خداحافظ.